سلام. امیدوارم که خوب باشید. خدمتتون عرض کنم که ما کاسمون رو بیرون کاسه رو که کاملا فرم دادیم میایم قسمت داخلی کاسه رو انجام میدیم در چند مرحله. یه سختکاری داره. خدمتتون عرض کنم که یه حجم برداشتنه تا به ضخامت 5 میلیمتر در همه قسمت کاسه برسه. 5 میلیمتر. خدمتتون عرض کنم که این 5 میلیمتر هم که دیگه یواش یواش میخوایم کاسه رو کوک کنیم، هم فرکانسش کنیم و این اتفاق هم کاسه با صفحه میفته که جداگونه هر کدومشون کوک میشن در یه فاصله ای، و این که دیگه باید کار بیرونش هم کاملا انجام داده باشی، فقط دیگه کوک کردن از داخل انجام میشه با واسطه کم و زیاد کردن ضخامت ها در ناحیه‌های مختلف این پرسپکتیو، این فرم، این حجمی که داریم. و این الان داره کوک انجام میشه و اینو با لمس دوتا انگشت، یعنی 60 با سبابه، اگر عادت کرده باشه تعداد زیادی کاسه مثلا در طی این مدتی که سازسازی انجام میده، خب آزمون خطا باعث میشه که دستت قیار اندازه داشته باشه، قیار داشته باشه. خدمتتون عرض کنم که 5 میل و به ضخامت‌های زیر 5 میل باید برسه دیگه کاسه یه تیکه. خاطر اینکه کاسه هم فرکانس با صفحه باشه بایستی ضخامتش از تقریبا 5 میلیمتر شروع میشه ته کاسه و هرچی به سمت گلویه میره اندازه ها اصطلاحا میگن به رشته نازکتر میشه. الان در مرحله انجام هم فرکانس کردنه. من تو ذهنم دیگه انجام میدم، ولی کاری که الان میخوام بکنم اینه که ما 2 تا قله داریم، یکی این وره یکی این ور، و یه مرکز که بازم این به 2 بخش تقسیم میشه، یعنی کوک کاسمون رو به این صورت انجام میدیم، لایه لایه هر کدوم بخش خودش، که این هم فرکانس بشه، این ورش با این ورش، این ور با این ور، و هم فرکانس بشه. هم داخل صیقل میخوره، اصطلاحاً یک دست میشه، و همین که دیگه ضخامت ها اندازه هاش درست میشه.